نام او را از خبرها در سراسر جهان می‌دانند. Special Counsel Robert Mueller. Special Counsel Bob Mueller. El fiscal especial Mueller. Le procureur spécial Robert Mueller. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который везет в США дело. پس از 2 سال کار، مفتش ویژه امریکا رابرت میولر گزارش از تحقیق فراگیری را به دادستان کل سپرد که بر ریاست جمهوری دونالد ترامپ سایه افکنده است. سوالهای اصلی این بود: آیا رئیس جمهور و ستادش ضمن انتخابات سال 2016 با روسیه همدست بودند و آیا بعد تفتیشات ممانعت کردند؟ بر اساس تحقیق تا حال چند نفر از اطرافیان ترامپ متهم، گناهکار و زندانی شدند. هیچ ضرورت به تحقیق میولر نبود، زیرا هیچ کاری خطا نشده است. هیچ همدستی نبود. هیچگاه اگر می بود بر وقت می فهمیدید. ترامپ میگوید تحقیقات یک حمله به اساس سیاسی به اوست. پیوسته گفته است که تحقیق بدون دلیل کاری دستی طرفداران رقیبش هیلاری کلینتون است. چرا کار تا به تحقیق کشید؟ من دونالد جان ترامپ صمیمانه سوگند میخورم که ترامپ ماه ینوری سال 2017 به حیث رئیس جمهوری 45 امریکا سوگند یاد کرد. چند هفته پیش از به کرسی نشستنش، خدمات استخباراتی امریکا خلاصه داد که روسیه برای به نفع ترامپ انجام یافتن انتخابات سال 2016 عملیاتی را راه اندازی کرده است. نهادهای امنیتی آشکار کردند که دزدیدن ایمیل های دموکرات ها و نشر گزارش های دروغ در شبکه‌های اجتماعی کاری دستی روسیه بوده است. آن وقت جیمز کومی، مدیر سابق FBI، تفتیش را در این زمینه آغاز کرد. ماه می سال 2017 ترامپ او را از کار راند. ترامپ اول گفت برکناری به تحقیق مداخله روسیه ارتباط ندارد. بعداً به لستر هولت از تلویزیون NBC گفت ارتباط داشت. در واقع وقتی تصمیم گرفتم که کامی را برکنار کنم، به خود گفتم مسئله روسیه و ترامپ و روسیه بافته است. یک بهانه برای دموکرات ها بود که انتخابات را باختند. ماه می سال 2017 معاون دادستان کل راد روزنشتین نامزدی برگزیده خود ترامپ میولر را مفتش ویژه تحقیق مستقل تعیین کرد. میولر برای انجام دادن تحقیق مناسب کاملا صاحب اختیار خواهد بود. همه جانب‌ها تعیین او را طرفداری کردند. سرباز سابق و عضو حزب جمهوری‌خواه 12 سال در عهد ریاست جمهوری هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان مدیر FBI بوده است. بعد چند ماه تحقیق، میولر اولین اتهامات را اعلام کرد. مایکل فلین، مشاور امنیت ملی در حکومت ترامپ، بعد 22 روز کار از مقامش رفت و اعتراف کرد که به FBI درباره رابطه‌هایش با روس‌ها دروغ گفته است. ماه اکتبر سال 2017 رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ، پول منافورت، بازداشت و بعد دسیسه ضد آمریکا و چند جنایت مالی متهم شد. اتهامات به فعالیت مشاوری او به سیاستمداران روسیه گرایان اوکراین و قبل از همکاری با ترامپ ربط داشت. او را در یک محاکمه به 8 جنایت و در محاکمه دیگر با عین جنایت‌ها گناهکار دانستند و به 7.5 سال زندان محکوم کردند. منافورت باز به تقلب مالی در نیویورک هم متهم می شود. گروه میولر همچنین 13 شهروند روسیه را بر راه‌اندازی جنگ اطلاعاتی از این بنا در سنت پترزبورگ و به ضد آمریکا متهم کرد. این جنگ را گویا یوگنی پریگوژین، یکی از رازداران رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، به راه انداخته است تا با گزارش‌های دروغ در شبکه‌های اجتماعی در بین نامزدها بدگمانی برانگیزد و در نظام سیاسی آمریکا بی‌سر و سامانی ایجاد کند. ماه ایولی سال 2018 12 مأمور امنیتی روسیه بر رخنه کردن کامپیوترهای ستاد انتخاباتی کلینتون و نشر نامه‌های او متهم شدند. در معرکه انتخاباتی ترامپ ظاهراً از این کار خرسند بود. روسیه اگر میشنوی، امیدوارم 30,000 ایمیل گم شده را میابی و غالباً از طرف مطبوعات ما بسیار پاداش میگیری. مفتشان میولر یک ملاقات در مناره ترامپ را تفتیش می‌کردند. ملاقات پسر ترامپ، داماد و مشاورش جرد کوشنر و منافورت با ناتالیا وسلنیتسکایا، یک وکیل نزدیک به حکومت روسیه را. رینات اخمدچین، مأمور سابق امنیتی شوروی، هم گویا آنجا بوده است. سال 2017 وقتی خبر ملاقات با مطبوعات راه یافت، پسر ترامپ گفت صحبت درباره فرزندخوانی روس‌ها در آمریکا بود، ولی بعداً ایمیل را نشر کرد که روس‌ها با او معلومات بدنام کننده درباره کلینتون پیشنهاد کردند، ولی از ملاقات هیچ چیزی کرایی حاصل نشده است. هیچگاه هیچ گونه همدستی نبود.
همین نمی رسید که من در انتخابات از روسیه کمک خواهم. ماه ینوری سال 2019 راجر ستون مشاور دیرینه ترامپ و مشاور سیاسی را بازداشت و به دروغگویی ممانعت به عدالت متهم کردند. در تحقیق میولر آمده است ستون با دستور یک مقام بلندپایه انتخاباتی ترامپ درباره رخنه شبکه کامپیوتری دموکرات‌ها و ایمیل های کلینتون معلومات جستجو کرده است. ستون که میگوید بیگناه است در عوض وثیقه آزاد شد. او منتظر محاکمه است. وکیل خصوصی و دیرینه ترامپ مایکل کوین به سرپیچی از پرداخت مالیات، دروغگویی به کنگره و نقض مقررات سرمایه‌گذاری انتخابات گناهکار دانسته شد و به 3 سال زندان محکوم شده است. کوین اقرار کرده است که دونالد ترامپ قبل از انتخابات به او امر داد به 2 زن که با آنها ارتباط داشت پلیس سکوت بدهد تا رازش را آشکار نکنند. مایکل کوین در عوض سبکتر کردن جزا با گروه میولر و دادستان‌های نیویورک همکاری دارد. کوین اعتراف کرده است که در زمان معرکه انتخاباتی هم تا ماه ایون سال 2016 در طرح بنیاد مناره ترامپ در مسکو کار کرده است. میولر 30 نفر را متهم کرده است ولی تا حال هیچ اتهام وابسته به همدستی ستاد انتخاباتی ترامپ و مسکو اعلان نشده است. بر اساس قانون ویلیام بر دادستان نوی کل آمریکا تصمیم میگیرد چقدر از گزارش میولر برای جامعه آشکار شود. من باور دارم که روس‌ها به انتخابات مداخله کردند و یا برای آن سعی داشتند. ما باید این را معلوم کنیم. هرچی که در گزارش میولر نباشد ظاهراً عاقبت‌های سیاسی و حقوقی خواهد داشت که تأثیرش در آمریکا سالها میماند.